ممنون قبول دارم نه مالی. ولی اگر احدی از شما بر این معجزه کافر شود، او را به چنان نقوبتی کیفر میدهم که تا به امروز بر هیچ یک از آدمیان روان نداشت. میگن مسیح خیال پادشاهی داره. حالا تو بگو چی توی اون کاسه سرت قایم کردی؟ خنجرکش سابق، هواری عوضی. هر کسبی سوخت و سوزم داره. پس بهتر مواظب کاسبیت باشی پسر شمعون اسخر یوتی. آن روز عیسی و حواریون او رهسپار شهر نائین بودند. بین راه با گروهی از رومیان مواجه شدند که داشتند بتی را به پرستشگاه آن حمل می‌کردند. همزمان اهالی شهر نائین جسد یگان فرزند بیوه زنی را به سوی گورستان می‌بردند. اون کیه؟ عیسی ناصری. نگاه کنید عیسی ناصری اومده. عیسی ای پسر مریم، مگه تولد خودت یه معجزه نبود؟ پس معجزه کن. خدا توان غلبه بر هر چیزی رو به تو داده. تمنا میکنم، التماس میکنم پسرمو زنده کن. به دادم برس پسر مریم پاک. تمنا میکنم. گریه مکنید، او نمرده است، به خواب رفته. به نام خدا و به اذن پروردگار دو عالم، جوان برخیز. هرچه سریعتر برید و به تمام اهالی یهودیه بشارت بدین که خدای بنی اسرائیل بر ما تجلی کرد. او را خدا باید نامید. خدا یا پسر خدا. اهالی اورشلیم، آماده استقبال از پسر خدای خودتون باشین. ما در نائین دیدیم که عیسی ناصری مرده ای را زنده کرد. اون پسر خداست. ما یه دشمن مشترک داریم. بله، روم. نه کمی فکر کن باراباس. گمان میکنم که عاقل‌تر از این حرفا باشی. منظورت عیساست؟ نه. دقیقاً. خب الان بهترین موقعیت در دسترس شما زیلوت است. در قدم اول بهتره که شما به طور غیر مستقیم با این مرد روبرو بشید. سلاح شایع رو دست کم نگیرید. حربه برنده ایه، به شرطی که بلد باشی به خوبی خنجرت ازش استفاده کنی. برید توی ریشه اصل و نسبش، انگشت بذاری روی ماجرای تولدش. نداشتن پدر. از امروز هر کسی که به عیسی ناصری خدا یا پسر خدا لقب بده خونش هدره. برید سنار ببینم شما کافران رو باید کشت. ما در انتظار پادشاه یهودیم، نه پسر خدا. این هیاهو برای چیه؟ یک آشوب تازه سر برم. مردم و اوباش زیلوت به جان هم افتادن. ظاهرا شورش کردن، یک شورش ملایم.
ولی معتقدم آتش این شورش به همه جا سرایت میکنه. همه چیز با این پیغمبر جلیل شروع شد و همه چیز با او تمام خواهد شد. هر کسی میگه عیسی خدا یا پسر خداست باید خونش ریخته بشه. حمله کنید! قانونشون ندید! بهشون امان ندید! و به این ترتیب سراسر یهودیه دستخوش آشوب و بلوا کردند. لشکریان مشرک رومی که در آغاز از آتش افروزان این فتنه بودند اینک مجبور به سرکوبی فتنه زدگان شدند. سران شورای کهانت نیز ابتدا سیاست صبر و سکوت پیشه کردند تا به یمن این اغتشاش زمینه برای بدنامی هرچه بیشتر عیسی در میان عوام مذهبی مهیا شد. در جای جای یهودیه اهالی شهرها و دهکده ها به مخالفت با یکدیگر درباره عیسی برخاستند و کار به جایی رسید که دسته های آشوب طلبان خود را مسلح کردند و کمر به کشتار یکدیگر بستند. 40 شبانه روز ناامنی و بلوا بر همه جا حکم روا بود، به گونه‌ای که پسر در برابر پدر و برادر علیه برادر قد علم کرد. سرانجام در اورشلیم اشراف شهر و شماری از سران شورای کهانت به ملاقات یوسف قیافا کاهن اعظم رفتند و او را واداشتند تا برای برقراری آرامش وارد عمل شود. پس قیافا به اتفاق پیلاتس حکمران رومی و هیرودوس پادشاه ایالت